هرچی داریم نزدیک قدیمی باشیم داره بیشتر میشه این سبزه. یعنی رو بغل. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو غذایی واقعا چرا؟ من ساعت رو نشون بده به بچه‌ها. 2:18 دقیقه صبح شد 2:19 بامداد. اومدیم یه قبرستونی بیرون تهران، هولوش 3-4 ساعت رانندگی کردیم. یه قبرستونی اومدیم مریضیم دیوونه. یه قبرستونی اومدیم خود محلی‌ها اینجا کنن بیان اینجا، بعد اصلا کلا کسی نمیاد. یه چیزی هیچکی نیست تو، اصلا این ور و بر همه تاریکه. فقط ما اومدیم با خبر شنیدم گفتم بیایم بریم ویدیو بگیریم. ان شاءالله که کانتنت قشنگ هم توش ان شاء الله. امیدوارم که ویدیو خوشتون بیاد. اگه حال کردید سابسکرایب کنید و لایک کنید این داستانا. زنگوله رضا. یه اپلیکیشن ما داریم که نشون میده آیا اینجا کسی هست یا نه، بعد میتونی باهاش صحبت بکنی با کسایی که اینجا هستن. گوست دیتکتور داریم اینجا. نشه don't use alone. فعلا کسی نیست. فعلا که برو سمت این کس امین این بر میگیری میاد. اوه ولمون کن تو رو قرآن. بیا بس دیگه تا همین. امین بده همینجا میشینیم اون وسط. آره این یارو تازه مرده. آقا شما دوست دارین روزی که اولی که مرده باشه یکی بیاد بالا سرتون؟ آقا میخواد بخوابه دیگه، ولش به روی چشم. بشین اینجا. این چای نباتمون کم بود. خود آره چای میآورید میخورید. بابا کی اینجا میترسه؟ خدایی ترس. یا هیچ سیگنالی هم نده. نظرم نه هیچ سیگنالی نده. هیچ کی نیست اینجا، هیچ کسی اینجا نیست. الکی به خودتون هیچ چیزی راه ندید. این پایین این چیز علامتی که اینجا میبینید اگه پرشه یعنی یه نفر اینجا هست داره باهاتون صحبت میکنه. اون برم قبره. آره این قدیمی هست. این قدیمی ها. یه هرچی داریم نزدیک قدیمی ها بشیم داره بیشتر میشه این سبزه. کردم ببین یعنی رو بغل. سلام. سلام کسی اینجا هست؟ امیر تو بگو که تو خوردی تو درخت. امیررضا آره امیررضا ببین بگو که تو خوردی تو درخت و این صدا واچینگ. یه نگاه کن. نمیخوام نگاه کنم. ماشین کو. یه بنده خدایی با چراغ قوه اون وسطه داره میاد سمت ما. بیا چیکارش؟ حاجی این چرا اینجوریه؟ حاجی قیافش بد خوفناک بود. خدا بیامرز. سلام کسی اینجا هست یا نیست؟ میتونه کسی با من ارتباط بگیره اینجا؟ حاجی بدو داره میاد. آقای بنده خدا با کاری نداشت، خدا رو شکر رفت دنبال زندگیش. من باید که پیدا کنم باهاش ارتباط بگیرم. ببین چه اومدم اینجا بچرخم. من اینجا شهر بازیه. ببینیم قبرای بالا. اینو دوست دارم. این که کم و زیاد میشه بده. آره یکی دور برم آیدم میچرخه هاجی. این که هی کم میشه هی زیاد میشه واقعا بده. ما بریم سمت جدیدا. همین رو به دوربین را برو بچه ها ببیننه. داریم دنبال بچه ها. این اصلا به شما اهمیت نمیده و پشتشو میکنه بهتون. این من بودم که همیشه پشتتون بودم و پشتتون خواهم ما. کانال منو ساب کنید، کانال امین آن ساب کنید، بوس به کف پاهاتون. حاجی ریدم. یا آهنگ فان بذار اینجا. ضربان قلب من. بابا کس. حاجی پریدم. انشالله که اولین سکانس و آخرین سکانس تو یوتیوب نمونه. عجیبه حاجی هیچی اصلا نمیده. میخوای بریم سمت آقا جدیده نمیای که بریم. داداش این گربه هی میاد میره میگن جنا
یا ارواح خودشون رو شکل حیوانی میکنن، میگن که داره شکل حیوانات میکنن، همین خب میان اینجا دنبال اونایی که اومدن دنبال قبره. نگاه کن داره زل زده به ما. آقا بریم سر قبر، چیز جدیده بریم. همین اینجا شب میشینن ارواح با هم دیگه. یعنی بزنم چیزشو بزن ببین الان به نظر ساعتش هم الان جوریه که باید باشن. آره الان احتمالاً حاجی پای از این نکن. ببین این یعنی هست اینجا ولی نزدیک ما نیست. خدا رو شکر. یه فاتحه بخون. بشین یه فاتحه بخون. بسم الله الرحمن. This is the end. سلام، کسی اینجا هست؟ من میخوام با یه نفر ارتباط بگیرم. کسی هستش اینجا؟ آجی گربه میو میو میکنه. زیر دست و پای من همش. چیزی نگو. نه فعلا. بگی آقا من اینجا نمیام. رب بشین. همین بشین. من دوربین رو میندازم میرم اگه چیزی شد. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. دایی جان جدید اینه ها فقط. اون حاجی اهل‌دین هم میگن. بابا این حاجی رفت بالا سر قبر جدید گربه. جدیده اینجا. سیت وید می با من بشین. آقا بشین، به بابا، نظرم که سیت وید می با من بشین. آقا این هم حاجی این از کجا فهمید ما نشستیم؟ من ببینم بابا. من دوربین رو میندازم میرم اگه چیزی. یه چرا؟ بوک کتاب. نه بویز گفت. وای بویز. آره چرا بچه‌ها؟ چرا پسرا؟ می چرا اومدی؟ فاتح. گربه هم میچرخه اینجا خوبی؟ چطور؟ این تو خونه ما من امتحان کردم هیچ صدایی ازش به مدت 1 ساعت هیچ صدایی ازش در نیامد. الان اینجا یه تک پشت سر هم داره میگه. من سردرد گرفتم. حاجی دقت کردین گربه اصلا رو این قبر نمیاد. آره. بنده خدا جوونم بودن. ببین من چیزی که شنیده بودم این بود که این تازه مرده. مردم خیلی قبل‌تر صحبت می‌کردن. حالا 1-2 سال پیش حداقل. این تازه مرده. خب اینو اینجا خاک کرد. بابا نچسبون خودت به من کس خود. کسی اینجا هست؟ اومدی گربه بازیه نه؟ بچه این راست یه صدایی نمیاد. یور بک پشتت. بابا گربه ریدم. میتونی یه نشونی از خودت بهم بدی؟ نه. خیلی سوال خوبی بود. میخوام یه نشونی بهم بدی از خودت. آقا چرا چه نشونی میخوای؟ چیزی نگو. نه. گفت یور بک یعنی پشت من. پشت من کی بود؟ گربه. گربهه. چی گفت؟ یو یه یعنی آره. گفتم میتونی نشونی بهم بدی؟ گفت یه یعنی آره. چه نشونی میتونی بهم بدی؟ چه جوری راحتی که بهم نشونه بدی؟ واقعا خیلی ترسناکه. این گربه خیلی آجی اومد چسبید به من. نگاه کن. گفتم چه جوری بهم میتونی نشونه بدی؟ نگاه. الان میگه این کت. بیسکت. اوه اینو بگه من رفتم. ببین من دوربین رو میندازم میرم اگه چیزی. آجی سرمرم درد گرفت. آره منم سردرد گرفتم. آقا قبرستون یه سنگینی داره، اونم این ساعت مای دس مرگ من. مرگش. نگفت رایت ساید. نه گفت مرگ من. گفت مای دس. بگو چی شد که فوت کردی؟ بپرسا داشتی میگه بدی. نه تو با صدا تو آشنا، با تو چی کردی؟ چی شد که فوت کردی؟ آیا اون دنیا برات رنج آوره یا نه؟ یه نشونی از خودت بهم بده. آیا گربه تویی یا گربه منم؟ Absolutely not. شاید نه. قطعا نه. حاجی اینو به جون مادرم من تو خونه 2 ساعت دانلود کرده بودم داشتم میچرخیدم این چی حرفی نمیزد. This is the رکورده؟ بابا کس. به ابوالفضل. بابا دستت خورد به تای کلاه من. بابا بیا بگی. ای کلات نبود امیررضا. آها بابا. یه چی بود؟ به جون مادرم امیررضا انگار دست گذاشتم رو تو ولی دست من نبود تو برگشتی. بابا کلاه من بود خورد به اینجا. دیگه اینجا. اینه؟ داره فاتحه میخونه. آها راست.
یا قبل بعدی هم بخونم انشالله. ببین تنها کسی که منو بگی، تنها کسی که میتونه 4 صبح بیاد قبرستون و اینجوری کنه و بگی بخنده کنه. من از تو میخوام با من ارتباط بگیری، ارتباط نمیگیری، میری کجا گذاشتی رفتی؟ تنها گذاشتی رفتی. آقا بیا ضربان قلب من رو میزنه میخواد خدا رحمتش کنه. بسم الله. سال فوتش میدونم 401. You want it؟ تو میخوای؟ میگه you want. ضربان قلب من رو میزنه میخواد Move over. یعنی چی؟ یعنی بدوی؟ انتقال بده. فکر کنم گفت بدوی. گفت بیشتر را برو، Move بیشتر حرکت کن. over. بیشتر حرکت کن. معنیشو تو کامنت بنویسید. Move over. over یعنی بالا. نه داداش. اوور یعنی چی؟ بیشتر یعنی بیشتر به چرخیم. ضربان قلب من رو میزنه ما الان داریم میگیم میخندیم ببین. اینجا 2 بار با ما حرف زد حاجی. اینجا ما وایستادیم 2 بار با ما حرف زدیم. اینجا قشنگ سر قبر اینجا با ما 2 بار حرف زد. حاجی شبیه هیتلره. گفت من اینجا زندگی میکنم. اونجا بودیم گفت حرکت کنید. چند هزار تا این ویدیو چیز بگیره لایک بگیره دیگه هیچ جا نمیره. This is the end آقا این یه قبل خب همون که 1200 من فلان بود بغلشو بگم من خالیه من میام اینجا میخوابم. اگه دوست داری چقدر این ویدیو لایک کنی؟ حداقل 500 تا رو بخوره دیگه. 500 تا 500 تا رو بخوره با هم آقا بیاد. 1000 تا بخوره 1000 تا خیلیه. خیلیه 1000 تا خیلی. 700 تا بخوره 700 تا هم خیلیه. نه همون نیست 500 700 دیگه. خیلی 500 تا. ببین خیلی نیست خیلی نیست. ویوهاشو بگین 5 کی ویو بخوره میاد. تایمی که امین داشت دنبال یارو میگشت که قبر بچه پیدا کنه دوربینمون 40% شارژ داشت و یهو خاموش شد. ایشالله که بزن. ایشالله که باد روشنش کن. بیا خواهیم بزنیم روشنش کنیم. نگاه کن. پلیس شارژ. ایشالله که مشکل باتریش بوده باشه. ولی سنگ نزد یکی. آتی یکی بوده باده.